یک جای تقریر میکردم در مورد دعا بعد از سنت و فرض باید اجتماعی گفتم یک ریش سفید خیس با بسیار قهر و غضب 70 ملا گفت این مسجد تیر شده یکیشی گپ نزده تو میگی. من فهمیدم که خیلی در غضب است. من گفتم 70 ملا تیر شده 30 خو زنده است. از همون 30 زنده برای من دلیل بیار که پیغمبر علیه السلام این کار کرده باشه. آدمی خوب بوده، آدمی خیلی قناعت بخش بود. گپ قرار نشست. بعد از نماز جمعه رفت گشته بود بیچاره قتمون. ملای زنده که در مسجد ازی امامت کرده بود. ملای زنده را که باز گشته بود. یک روز گیر کردم شه. برش گفتم کجا شدی؟ دلیل آوردی آنی؟ گفت این جوری خور راستی که حلوا خور است. یکیش دلیل نداشت. خوب شد که تو شناختی حلوا خوره. حلوا خوره خو شناختی؟ حلوا خوره. كلنا عون الإله يا إله العالمين كلنا عون الإله يا إله العالمين